تان که برای تجزیه خاطرات قدیم کردین. استاد گرامی اجازه بدید دستای شما را ببوسم به پاس ازی که شما بر ما آموختین. درس وطن دوستی، درس وطن پرستی، درس محبت. هر گپی که دارید مایک از شماست. والا ما هم چند گپ باز دارم. ما نمیمونیم شکایی میمونیم. دوستان نهایت عزیز و گرامی، خوشوقت هستم که همراه شما امشب اینجا آمدیم و عزیز گرامی خدا که شاگرد ما بود، شاگرد مثل فرزند آدم است، مثل اولاد ما آدم است. ما که نظیر جان ندیدم واقعا نشکای خود گرفتن هم میتونستم، بخاطر که امو افغانستان یادم آمد، وطن ما یادم آمد، امو شرایط یادم آمد که معلم بودم و چه خوشی مکتب میرفتم. مکتب رابیا در کابل بود، چقدر خوش بودیم، یک کار داشتیم، یک وظیفه داشتیم، وطن داشتیم. مردم ما را بیسی از معلم احترام میکرد، یک احترام داشتیم در بین مردم خود. ما آمدیم بیگانه شدیم از همه چی، در کشوری آمدیم که همه بیداداش برای ما بیگانه بود. برای ما بسیار مشکل بود این شرایط و یک خانمی که در افغانستان دو زندگی کنه، بیاید اروپا در آلمان زندگی کنه، اولاد خود چطور تربیت کنه. این کلتور دوگانه همه چیز برای ما مشکل بود. مگم بازم ما زندگی را پیش بردیم، زندگی پیش میره. ما همیشه یاد وطن هستیم، یاد مردم خود هستیم، یاد شاگردای عزیز خود هستیم. خانم کریمی که صدای مردم ما در قصر سفید است و پروگرام‌های متنوع و مختلف داره و خوشبخت هستم باعث یک معلم که شاید در افغانستان از ما چیزا مختلف باشد یا نه، مگم خوشبخت هستیم، خوش هستیم که می‌بینیم که یک شاگرد خرد جوان که در افغانستان بود امروز در قصر سفید رو بود، امروز صدای مردم خود شده، امروز دفاع میکنه از حقوق زن، دفاع میکنه از حقوق مردم خود، صدای خود بلند میکنه، صدای ما رو بلند میکنه. ما این و خوش که نظیر جان دیدم اشکای مریخ به خاطر که شاگرد رسیده، شاگرد با ابتکار است، از نگاه شاگرد است که باعث افتخار ما افتخار میکنیم که نظیر جان به یک سطح بلند رسیده. امروز انعکاس تمام فعالیت های مردم ما از افغانای ما همیشه نظیر جان از طریق پروگرام های مختلف خود هم معرفی میکنه، هم انعکاس فعالیت هایشان انعکاس میده. ما این خوشی ماست، نظیر جان بر ما قابل افتخار است و امشب شب بیهد خوشی ماست، بسیار با خوشی امشب تیر میکنم. من این نمیتونستم خود بگیرم و اشکای من میریخ وردی که من میدقل کابل و افغانستان خود احساس میکردم و هر چی که ما میبینیم از بی‌اتفاقی خود میبینیم عزیزا. ما شما اگر اتحاد داشته باشیم، اتفاق داشته باشیم، امروز هم وطن ما ویران نمیشد. ما میگیم پشتون یا هزاره یا ازبک یا افغان و این خاطر ما شما نمیتونیم که یک اتحاد داشته باشیم. ما شما وقت پیش میریم زندگی افغانا بهتر و خوبتر میشه که اتحاد اتفاق هم بسته باشه. با امید همبستگی اتحاد اتفاق از مجلسان بسیار سپاسگزاری میکنیم و همیشه فعالیت‌های افغانا را از طریق پروگرام‌های مختلف خود انعکاس میده. یک دنیا سپاسگزار. قربان چم بخیر عزیزم، قربان چم دوست دارم، صدقه چم بخیر دختر گل مستی بخیر قربان چم. عزیز مستی تو رسیدی هم که دختر بودی که مردم خود تمام زمان افغانستان هستی. عجبی جوانی تام تو شوخ طبیعت دیدی، دم شاگردم که بگی شوخ طبیعت دیدی، پرزا میگفتی، مذاق میکردی، امورا کمالی و مسی قربانت میشم. دوست دارم موفقیت بیشتر. استاد عزیز، استاد اون وقت هم خودش نام خودم خیلی بلند بود؟ نه خدا اما خیلی بلند بود. من یک سوال دارم از استاد، مرد کی میمونه بتیجه؟ استاد ما ساینتیست بود، استاد ریاضیات ما بود، استاد فارسی بود، یعنی یک استاد چند بودی بوده. استاد نازنین، دو سوال. نام خدا شما اولین معلمی است که قشنگیتون برابر شاگردایتون حفظ کردین. یک نام خدا. اما توی دو بده نام خدا مقبول، آدم نمیفهمه که کدام کی رو مقبول تر بگوید. یک دوم که قسمتون میدم چطور بوده صنف؟
بیاین که میگه مرا بگیر مردم بگیره که کی نمیال تلویزیون است که کی میمانمش یا پیش بچه کاول گیر اومده. چطور بود استاد معلم اتنا شکردی؟ لایق بودیم که یادش نظیر جان اول خوب گفت نظیر جان که معلم همیشه شاگردان لایقش و خاطرش بمانه و دومی که امی لیاقتش بود، امی پشتکارش بود، امی ابتکارش بود، زحمتش بود که در قصر سفید را یافت. از امی جوانی بودم بود. همیشه شوخ طبیعت بود که هیچ یادم نمیره و دیگر شاگردان میگفتیم که این تو شاد باشیم، شوخ طبیعت باشیم. چی حاجت این استاد خیلی سوالای ما جواب قربان. این حال دیگه نظیره جان امتحان برده. بسیار نام خدا. بازم یک جان تشکر بفرمایید. این حال از خواننای انصاری صاحب لذت ببریم. شکر واقعا سخت است جناب احساسات گرفتن. استاد که زیباییشان همه جان نورافشان میکرد، خیلی زیبا بودن و تعداد زیادی از شاگردان میگفت یکی از معلمین فبرت ما، یکی از معلمین دوست داشتنی ما ماری جان علیم است. صنفی آمد دیگه زیباییش همه جا را فرا میگرفت، همه جا را نورافشان میکرد. قربان قدمایتان جوی استاد به زمهر پدر مادر. قربانتان بگیرم. تشکر از سوال سیخکی. امی اگر تو نام کاغذ دیگه هم دارین برای نسبت که نام من میخورم شاید باز گریه کنن.